های گایز، سلام، درود، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. من بچه‌ها امروز من بهتون آموزش بدم که چگونه دوربین گوشتون رو بیارید داخل کامپیوتر. اول داخل مرورگر میشید، جستجو میکنید آیریون وبکم، بله، و روی سایت اولی کلیک میکنین و روی این فایل اولی رو کلیک میکنین و وای میسید تا دانلود بشه. بعدش همچین فایل رو بهتون میده، همونطور که میبینید. اکسترکتش میکنید. وقتی اکسترکتش کنید بهتون این فایل رو میده، بازش میکنید. همه اینا باید توش باشه، دقت کنید. حالا برای نصب این برنامه آیریون وبکم شما باید توی همین فایل استرکت شده هستش گزینه ستاپ میزنید روی اون و مراحل نصب رو پیش میبرید و بعد اینکه نصب کردید روی این بخش آیریون وبکم کلیک میکنید. حالا شاید برای بعضی یک اروری هم بده که حالا اگر اون رو درخواست کنید براتون میذارم رفع ارورش رو، و اگر که این ویدیو رو لایک کنید به میرسونید که میخواید و درخواست کرده اید. حالا شما نیاز دارید به گوشیتون، میرید داخل آیریون وبکم رو گزینه دیسی میزنید و همچنین صفحه رو براتون میاره. حالا میرید روی نقطه اتصالتون نگه میدارید و این بالا میزنید اینو و اتصال USB رو فعال میکنید. حالا شما دوباره براتون همچین صفحه رو میاره و میسید تا وبکمتون بیاد. بله، این الان یه وبکم هستش که من الان دارم از روی دیوار فیلم میگیرم، همونطور که میبینید، و اینطوری شد. امیدوارم که این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک یادتون نره، چنل رو حتما دنبال کنید، زنگوله کنار چنل رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که میبینید. بدرود.